سلام علیکم عزیزینده سلامت و خانواده تبعم باشه. من به یک کار قطعی آمدم با یک علیه دیگه در دیگه طرف شهر است. ببینیم علیه پیش خانمانی دیگه علیه. و شما گفتم که بخشش اگر شما خواهید خوشبخت‌ترین انسان در این جهان شوید، خوشبخت شوید، چی آرزویی که به آرزویتون رسید، این من از تجربه خودم و از نصیحت‌های مادرم به شما میگم. اولش این که به خداوند چی میگن، رابطه سخت داشته باشید. یکمش رابطه سخت با خداوند داشته باشید. یکمش دویمش که هیچ کس رو نرنجانید، فقط معامله خوب کنید، رفتاری خوب، نه که اینه که میمونه جایدان. دویمش معامله خوب کنید با انسان ها. سومش که احترام پدر و مادر رو به جای بیارید. احترام پدر و مادر میگه که در قرآن خداوند راضی است از نفرانی که پدر و مادر از ما راضی باشه. چهارمش دروغ نگوید. میگن که عمر دروغ کوتاه است. فریب نکنید. برای چی؟ برای اینکه خداوند دروغگویان رو بد میبیند، فریبداران خداوند بد میبیند. وقتی خداوند بنده رو که بد کار برار میگیره، البته که نه، نیکوکاران رو خداوند دوست می‌دارد. برای نیکوکاران نیکوکاران رو الله دوست می‌دارد. پنجمش با اطرافیانتون معامله خوب کنید. با اطرافیان در کجا که نباشید، در وطن هستید، در بیرون از وطن هستید، معامله خوب کنید. این در سوره زوجه اومده است که کسی ضرر نیکی کنه می‌بیند، کسی ضرر بدی کنه می‌بیند. پنجمش. ششمش کسی که به شما بدی میکند، که کسی که بدی میکند سخنی بد میگه داشت نمیگه. در من قبیح می نیستم که بگم قندتون زنی آفرین مینه دارم گیدم آدمه. به خاطر خداوند بخشید، به خاطر خداوند بخشید که خداوند درون شما خود چی میگن روشن میکنه، روشن میکنه در شما. هفتمش توکل. نه که توکل هم باید آیت قرآن باید میگفتیم بعد باور کرد بخونیم. نه که توکل دویم باید باشه. کاری که میگه توکل به الله، توکل به الله، توکل به الله. وقتی که توکل به الله کردید که رحمت خداوند بر شما چی میگم پیدا میشود. خودم شما برای توکل میگم. وقتی که دخترشم توکل به الله تعالی کرده رفت، من به تاجیکستان رفتم که اومدم رحمت خداوند رو به دست آوردم که دخترچم رو سقسم به دست آوردم. دیدین رحمت الله تعالی چگونه است. برای که در آیه توکل اومده است که اولم کار کنید بعد توکل به الله تعالی کنید. من دخترچم رو اول به همسایه وابسته کردم کمپیری مثلا چی میگن تجربه دار و توکل به الله تعالی سپردم به وطن رفتم. اومدم الحمدلله دخترچم رو سقسم به دست گرفتم. یعنی که این من عمل کردم به آیات قرآن. ما باید که با آیات های قرآن باید که عمل کنیم. نباید که ما همین به دهان بگیم که میدونم توکل چیست، توکل به الله تعالی کردم در کاره، که عمل کردم در کاره. من عمل کردم که دخترچم توکل به الله تعالی کردم، رفتم به وطن اومدم. 40 روز بعد دخترچم رو 100 سال به دست گرفتم. هیچ کس رو نرنجونید که او رو چیکاری نکرد. نرنجونید با مسافی یکم کسا بیمار نشد الحمدلله. این توکل به الله تعالی رحمت خداوند که ما رحمت خداوند قطعی مثل اومدم به نزد دخترم با هم دیگه رو دیدیم. برای همین شما این چیزایی که به شما گفتم که 1 2 3 4 5 7 تا رو که کردیم، هشتمش رو به دست میاریم. این رحمت الله تعالی است. بله اینم از تجربه خودم و از نصیحت‌های پدر مادرم و از سخن‌های گذشتگانم و با گفت قرآن و حدیث پیغمبر محمد صلی الله علیه و به شما گفتم. و این چنین استرس و دپرسی را از خودتون دور کنید. مسلمان نباید که استرس دپرس افتاد. خیلی من وقتی که استرس گفتن که افتید دپرسی و سالهای 93 من قرآن رو اونقدر چی میگن گفتی رونی بلد نبودم، قرآن رو نمیفهمیدم، میخوندم نمیفهمیدم. بعد که خوندم فهمیدم من گفتم که استرس دپرس باید که من دور باشم. لیکن من استرس افتادگی بودم وقتی که واقعا شده بودم سینسو، چون که من قرآن رو نمیفهمیدم. من قرآن رو میخوندم نمیفهمیدم معنیش رو، به تجوید میخوندم. لیکن با وجود همه این من الحمدلله که برای روانشناس مراجعت نکردم، با پسیخیاتر نرفیدم، به ملام چی میگن دعوت نکردم که مرا دعاخوری کنن. فقط به الله تعالی و قرآن رو خودم تلاوت کردم. برادرم فقط قرآن خوند، خواهر یکش قرآن رو به تجوید هم که خواندتانی خوان قرآن تو توبه میکند و شفا مییابی انشاءالله. میگه مشکل کشوی قرآن هست، راهنمای قرآن حجت برای من است، رحمت نثاری من است. من خواهم از خداوند قرآن دیگر مرا پند غیر قرآنی بر من آره ندانی. بله کسی که با قرآن رابطه دارد میخواند تلاوت میکنه گوش میکنه، کسی که با الله تعالی رابطه دارد مشکلی میآید. زندگی به مشکلی نیست، زندگی به مشکلی نیست، لیکن مشکلی رو ما چی میگن پرتقال میشیم، نه مشکلی رو با صبر میشیم، تو باور میشیم. بله مشکلی در حیات هست. میگه زندگی به اردوشی نبود، زندگی رو اردوشی نبود. آرزو میکنیم مشکلی رو پیسر میکنیم و پیش میریم. چقدر کودک میافتاد و میخواد راه میگرده، ما هم خیلی انسانی که با مشکل میاد که پیش پای میخوریم میافتیم وای چیکار کنم گیجورم چیکار کنم، میگیم الله تعالی الله میگیم صبر مرا زیاد که خداوند طاقت مرا زیاد که من از این مشکل از این امتحانی که به سرم اومده است گذرم.
بله همین گونه یکو صبر کلید همه مشکلی است در بابت صبر در نواجه قرآن آمده است صبر که کردیم همه اونمون یک دو سه چهار پنج شش هفته بهش گفتم همه اونها رو ما میگذاریم یکو از صبر غوره حول گردد شیره حول گردد غوره حول گردد این خیلی میگیم پچکیم خب ندارم شما